سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. امید حضرت از این ثواب و ثمره نازهایی که نوشته بر ایزای حق سبحانه و تعالی به رحمت جمیع انبیای متقدم و انبیای مرسلین و به روح پرفتوح مطهرین منوره حضرت رسالتنا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و رحمت خلفای راشدین و صحابگان تابعین و تابعین و رحمت جمیع مجتهدین خصوصا امام اعظم معظم کوفی صوفی رحمت الله علیه. و خدای مهربان دعا کنیم که پروردگار سفر اسلام دین خدا سفید بیاد، خدا از سوالهای حضرت منکر نکیر خدا آسانش بگردان، خدا قبش باغچه از باغچه های جنت روضه او روضه های جنت بگردان. خدا مهربان خداوند مهربان در جنت الفردوس مقام والا را براش نصیب و روزی بگردان، بر خاندانشان صبر جمیل می‌خواهیم. خدای مهربان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
عذاب النار. کسانی که سهم خودشون داشتند وقتی قیمت خودشون دریغ نداشتند برای مصیبت با ما شریک بودند، خدای مهربان اجرهای اینا را در روز قیامت براشون اجرگزین براشون ارزانی بدار. خدای مهربان هر نوب را که خرج کردن برای مصیبت خدا در روز آخرت توشه آخرتشون بگردانه. خدای مهربان این جوانایی که دست به دعا و برداشتن مردم نیاز به رحمتی تو دارن، پروردگار مردم را بیاموز. خدای مهربان پروردگار مهربان سفر اسلامدین اینا را خدای مهربان سفید بیار. خدای مهربان ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.